حاصله فونکسیون لگاریتمی و نشان دهندگی. این روش اثبات ماست هر یک کتاب درسیاتون فرق میکنند. چون که کتاب درسی در اول فونکسی نشان دهندگی اثبات کردگی حاصلش چیزی به برابر شده نشه. بعد باید فونکسی لگاریتمی اثبات کردگی. اکنون ما برعکس اول فونکسی لگاریتمی اثبات میکنیم که حاصلش به چی برابر میشه. بعد باید فونکسی سیره نشان دهندگی همین یک ساعت اثبات میکنیم. هر دوشه اثبات که کردیم فرمولی که برو بریم دیگه به استفاده بوده مثال حل کنیم. فهمه؟ تمام. الان یک بار دیگه تکرار میکنیم. فونکسی لگاریتمی ما نمود عمومی چه بود؟ لگاریتم a از x. همه خیلی بود؟ تمام. این خاصیت هاش، گرافیکش، همش حل مثال ها نسبت به این فونکسی ما گذشتگی رمزنه معرفت هم هست. یک بار دیگه در آمدن ببینیم کسی که نفهمید. امروز ما میبینیم که همه خیلی فونکسی ها چه حاصلش به چی برابر میشه. فهمو؟ اگه یادتون نده باشه فونکسی لگاریتمی اگر اساسش دهی باشد چه خیلی نویسیم؟ لگاریتمی دهی از x. یعنی اساس چون نمی‌کنیم نمی‌نویسیم. نمی‌کنیم. اگر فونکسی لگاریتمی ما اساسش عدد a باشد چی؟ یادتون نده هستمی؟ ln. یعنی لگاریتمی چه بود نامش؟ ناتورالی. لگاریتمی طبیعی. لگاریتمی ناتورالی از چیز x. همین است. حاضر همین لگاریتم ناتورالی از x ln از x حاصلش چون میکنیم یابیم حرکت میکنیم که یابیم. برای یافتن حاصله y برابر لگاریتم ناتورالی از x همون متد حاصله گیری ما استفاده می‌کنیم. یعنی تعریف حاصله استفاده می‌کنیم. تعریف حاصله چیزی بود یک بار دیگه معلومه کی میگه؟ یعنی حاصله فونکسی گفته نسبت افزایشی چیزی بود؟ فونکسی و افزایشی ارگومنت به نول مایل کردن. یعنی که کوتاه کرده گوییم حاصله فونکسی سرعت افزایشی فونکسی را با ما شانسونه میفهمونه. همین بیتون از روی همین پرینسیپ من این y برابر ln از x به حاصله میابیم. یعنی ln از x حاصله چیزی را برابر باشه. تمام. حالی ما نمیدانیم که این چیزه. مثلا حاصله x کوادرات چه برابر کنم؟ شما چه میگویید؟ 2x. حاصله x درجهش n چه برابر؟ n x درجهش n میشه. اینو شما میدانید. اگه حالی این چیز نمیدانید برای این ما اثبات کردن برای اثبات کردن من تعریف حاصله استفاده می‌بریم. برای تعریف حاصله استفاده بردن ما به افزایشی فونکسی را یافتن مدت رو همین میتونیم یک جای میابیم. افزایشی فونکسی برابری این چیزه بود f از x پیروسی دلتا x مینوسی f از چیزه دلتا x. همین بود می f از x خودش f از چیزه x خودش. الان نگاه کنید جای من f از x جمع دلتا x اگه اینجا فونکسی لگاریتمی چیزه میشه. ارگومنتش x جمع دلتا x شد نشه برابری ln x جمع چه میشه دلتا x. همین مینوسی f از x خودش. f از x ما چی برابر ln از x. فهمو؟ لگاریتم ناتورالی از x برابر بیتون اینه یک بار کم ساده کنیم. اگر یادتون نمیاد باشد باش کنیم. فرقی لگاریتم های اساسش یخیلت چه برابر بود؟ لگاریتم اساسی a از b مینوس لگاریتم اساسی a از اون 3 باشد چه برابر بود؟ لگاریتم اساسی a از b تقسیم 3. آفرین. همین خاصیت بود خاصیت دومش بود. اگر اینجا جمع باشد چه میشد برعکس؟ ضرب میشه. همون خاصیت دوم اینجا استفاده بریم. ln لگاریتم اساسش عدد l لگاریتم ناتورالی x جمع دلتا x تقسیم 3 میشه x خودش. همین خیلی هست. الان یک بار همین کم ساده کردم یتانی میمونه. سرعت اعضا به اعضا مخرج به تقسیم کردیم. ln از x تقسیم x چه میشه؟ 1 جمع دلتا x تقسیم چیزه x. درست است؟ ما علاقه چیزه یافتیم افزایشی فونکسی رو یافتیم. هم خیلی اکنون بچه ها ما دلتا
نگاه کنید دلتا ایگریک جاش با آوره میمانیم. من این قیمتش دلتا ایکس خودش موجود هست. تمام خیلی فقط که ما هر دو این دلتا ایگریک تقسیم دلتا ایکس بگذار اول خودش رو یابیم. فهمید ln از یک جمعی دلتا ایکس تقسیم ایکس تقسیم چه دلتا ایکس. برای آسان شدن کار ما این قسم با هم صورت با هم مخرج به ایکس چون کنیم یک بار ضرب کنیم گیریم ایکس ضرب کنیم گیریم. بعد دیوای ما این خیلی شکل بنویسن ما ممکن بچه ها یعنی که یک تقسیم ایکس من این ایکسش پیش ببریم اگر چیزی میشه ضربی ایکس تقسیم دلتا ایکس هر دوی ما میمونه ایکس تقسیم دلتا ایکس ضربی صورت به من این چیز ضرب میشدن ln از یک جمعی دلتا ایکس تقسیم ایکس. اما خیلی شروع نگاه کنید با همین چیز با هر دوی نقطه داشته میره دلتا ایکس مخرجانه بود من مخرجانه موند ln از یک جمعی دلتا ایکس تقسیم ایکس چیزی میشه صورت با ضرب میشه. هم خیلی شروع این خیلی تبدیلی به آوردیم. انا کو نگاه کنید خاصیتی لگاریتم هست که انا این پیشنگی کوفیسینتش نشان دهنده با آمدنش ممکن بودم یا تو نه همین این کدام فرمول مثلا p لگاریتم اساسی a از b انا p کی جواب می اومد b درجهش p میشه. مالدست این لگاریتم اساسی a b درجهش چیزی بود p بود. انا این چیزا من این چیزا x نسبت دلتا x بچه ها نشان دهنده من بیاریم. بلش بیاریم اگر چه میشه برابری نگاه کنید یک تقسیم x ln لگاریتم ناتورالی یک جمعی دلتا x تقسیم x نشان دهنده چه میشه نگو x تقسیم دلتا x. سال من جدا کنم خط کتی من فهمو شد مینه بچه ها فهمو شد مینه با دیگه انا کو از این چیزا گرفتن مدکار لیمیت من دلتا ایگریک تقسیم دلتا ایکس ما اگر لیمیت گیریم حدود گیریم اگر حاصله میبرد بتون حدود میگیریم. برای حدود گرفتن چه میکنیم بچه ها دوامش من این طرفی داستان می‌نویسم. نگاه کنید لیمیتی دلتا ایکس به صفر مایل کردگینده دلتا ایکس به صفر مایل کردگینده می‌بریم دلتا ایگریک تقسیم دلتا ایکس یعنی که حاصله فونکسی لگاریتمیه این به چی برابر شد؟ من دلتا ایگریک تقسیم دلتا ایکس ما یک تقسیم ایکس لگاریتم ناتورالی یک جمعی دلتا ایکس تقسیم ایکس نشان دهندش ایکس تقسیم 3 دلتا ایکس. اما اینجا برام لیمیتش هست اینجا همشه قوس میگیریم بعد دیگه پیشش حتما علامت لیمیت رو چون کنیم بگذاریم دلتا ایکس به نور مایل کردگیم نگاه کنید. الان نگاه کنید خب الان یک تقسیم ایکس ما از دلتا ایکس وابسته نیده یک تقسیم ایکس از دلتا ایکس وابسته نه این از تحت علامتی لگاریتم همچون یگان دائمی بروندنش ممکن اگر از تحت علامتی لگاریتم از تحت علامتی لیمیت میباشید برودگر یک تقسیم ایکس لیمیتی حدودی دلتا ایکس به نور مایل کردگیم چیزی میمونه ln از یک جمعی دلتا ایکس تقسیم ایکس نشان دهندش ایکس تقسیم چیزه دلتا ایکس. اگه بچه ها انا اینجا اگه یک گزارش میکنیم چیزی میگوییم گوش کنید بتون اگر ایکس تقسیم دلتا ایکس یکم ام گوییم گزارش ما ام گوییم اگر آنگاه دلتا ایکس تقسیم ایکس چیز برابر یک تقسیم مالدست دلتا ایکس تقسیم ایکس ما یک تقسیم ام برابر میشه. انا کو گوش کنید بچه ها از بس که دلتا ایکس به نول مایل میکند کو دلتا ایکس به نول مایل کند ام به آخر مایل میکند. فهمیدید می؟ از بس که دلتا ایکس به نول مایل میکند عددی مایده که های این ام رو خودش زیبا مایل میکند به آخر عددی کنون میشه. فهمامی نمی؟ انا که همین گزارش هم اینجا به تطبیق میکنیم من اینجا با این میشه یک تقسیم ایکس
لیمیتی انا کو دلتا ایکس نیده ام به آخر معلوم ام میکنه. به نور معلوم میکنه برعکس به آخر با ام به چیز معلوم میکنه به آخر با معلوم میکنه انا کو جایی گزارش ما بیان میمانیم ln از یک جمعی ام از یک جمعی یک تقسیم ام بله یک تقسیم ام در درجه ام. آفرین اكو یک بار صنف دای یابم داریم صنف دانده ما دو تا لیمیت عجایب گذاشتگی بچه‌ها دو تا لیمیت عجایب یک تاش لیمیت سینوس x تقسیم x بود هنگامی به x به 0 مایل کردم هنگامی x به 0 مایل کردم یک تاش انا این چیز بود یعنی که لیمیتی بچه‌ها m به آخر مایل کردگی ده یک جمع یک تقسیم m نشان دهندش m این عددی 3 برابر میشد a لربا a برابر میشد تمام انا این چیز ما با a برابر میشد a برابر شده دیگر این میشه یک تقسیم x ما لگاریتم برابر لیمیت این چیز به دوم تونیم یعنی لگاریتم ناتورالی از لیمیتی یک جمع یک تقسیم m نشان دهندش m هنگامی m ما به آخر مایل کردن انا این چیز ما همش چیز برابر میشه عدد a لربا یک تقسیم x ln از a برابری اکنون ln از a لگاریتم ناتورالی از x برابر یک با یک تقسیم x ضرب یک تقسیم x خلاص x پس ما اثبات کنیم بچه‌ها انا این چیز شد یعنی که حاصله فونکسی ln از x چیز برابر بوده است یک تقسیم x ln از y با یک تقسیم x ln از y یا که یک تقسیم x خودش با یک بار دیگه انا اینجا من نتیجه کار می نویسم بچه‌ها حاصله فونکسی لگاریتم ناتورالی از x یک تقسیم x برابر